الله تعالی این کار کرد اجعلتم سقایت الحج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله. شما گفت آب دادن به حاجی ها، اجعلتم سقایت الحج، حاجی ها آب دادن، و عمارت المسجد الحرام، آباد کردن مسجد حرام. این دلالت میکنه که اونا این کارو میکردن. مشرک ها مسجد آباد میکردن، مسجد تازه میکردن، با آبادی مسجد اهمیت میدادن با وجود بت پرستشان، و با حاجی های عمره کننده ها به مردم آب میدادن، نیکی میکردن. الله تعالی که شما آب دادن به حاجی ها و عمارت مسجد حرام را به ایمان آوردن به الله برابر کردید. یعنی این کاراتون که به هیچ نمیرید، یک همین کار کفایه نیست. اگر ایمان داشته باشد بعد فایده دارد، اگر ایمان ایمان ندارد ولی به حاجی ها آب زمزم میدهد، کارهای نیک میکند، بله الله تعالی به این کارهایش در این دنیا مکافات میدهد. شاید یکی از حاجی ها دعا کند و هدایت یابد،